خب دوستان و عزیزان به ما لطف داشتن، از ما سوالاتی پرسیدن، کامنت گذاشتن. ویدیوهای قبلی رو اگر دیده باشین راجع به آب و TDS آب صحبت کردیم. یه سری از دوستان اومدن گفتن که ما آب رو میجوشونیم و میخوریم، آیا این کار درستیه یا خیر؟ باید بگم که کاملا کار غلطی. شما این لیوان آب رو آب و نمک یا آب و شکر در نظر بگیرید. ما قراره این رو بجوشونیم. چیزی که این لیوان آب از دست میده تنها و تنها آب هست و هرگز و هرگز نمک یا شکر این از روی این جدا نخواهد شد. بنابراین ما زمانی که آب رو میجوشونیم این آب غلظت آلایندش بیشتر میشه و ما اون رو میل میکنیم. متاسفانه این کار غلطیه که خیلی از دوستان دارن انجام میدن. فقط جایی میتونیم از آب جوشیده شده استفاده کنیم که مطمئن باشیم میکروارگانیسم ها تو آب وجود دارن، مثل آب چاه. ما زمانی که داریم از آب چاه استفاده میکنیم بهتره که اول بجوشونیم و بعد ازش استفاده بکنیم، در صورت که از دستگاه تصفیه استفاده نمی کنیم. چرا باید این کار رو بکنیم؟ تا میکروارگانیسم ها از بین برن. میکروارگانیسم ها مثل انگل، تخم انگل و قص الهازا هستن. اینا در اثر جوشیده شدن از بین خواهند رفت و دیگه به ما آسیبی نخواهند رسوند. حالا باید در مورد گندزدایی آب با شما صحبت بکنم. چیزی که علم من میکشه و چیزی که در موردش تحقیق کردم و میدونم، گندزدایی 3 روش متداول در دنیا داره. یکی از اون روش ها زدن و اضافه کردن کلور به آب هست. روش دوم اضافه کردن گاز اوزون به آب هست و روش سوم استفاده از لامپ UV هست. توی روش اول اضافه کردن کلور یا گاز کلور به آب هست که همتون خوب میشناسید کلور رو چجوری به آب اضافه میکنن. یه سری قرص داره، میتونن کسایی که ویدیو رو میبینن تهیه بکنن و به آب اضافه بکنن. توی بازار میتونید پیدا بکنید. روش دوم زدن گاز اوزون هست که یه مقداری گاز گرونیه و هر جایی استفاده نمیشه. روش سوم استفاده از اشعه UV یا اولترا ویولت یا لامپ UV هست که توی این روش بسیار گرونیه ولی خب خیلی از میکروارگانیسم ها از بین میرن. این 3 تا روش متداول در دنیاست. اما همونطور که عرض کردم روش های دیگری هم وجود داره. در واقع یکی دیگه از اون روش ها جوشوندن آب هست. اگر شما میخواید آب چاه یا آبی رو که غیر مطمئنه از لحاظ میکروبی میخواید استفاده بکنید، بهتره که اون رو بجوشونید و میل کنید. اما این کار رو نباید روی تکرار مداوم بذارید. چرا؟ چون همونطور که عرض کردم غلظت آلاینده در اثر جوشیده شدن توی آب بیشتر خواهد شد. مبحث بعدی رو انشالله هفته بعد در خدمتتون هستیم. سوالاتتون رو حتما مطرح بکنید، با شماره‌های ما در تماس باشید. ممنون میشم که ما رو پیگیر هستید.